سلام میگم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. عذرخواهی میکنم بابت اینکه به خاطر مشکل صدا چند لحظه با تأخیر خدمت شما عزیزان رسیدیم. دیدار کره جنوبی و پاکستان در ورزشگاه 6000 نفری قدیر از مسابقات روز سوم پیش است از پاکستان. یه امتیاز سرویس از بازیکن شماره 7 تیم ملی کشورمون ایران و عراق هست به حاضرین در ورزشگاه اضافه میشه. یه دفاع ناقص از بازیکنان کره، ضربه و دفاع، جاگیری خوب از لیبروی تیم کره جنوبی. توپ برمیگرده به زمین پاکستان از پشت خط یک سوم. باز همون نقشه قبلی، سریع و چرخشی ضربه زد. توپ از برخورد به دستان دفاعی روی تور کره. خود گیونگبوک دریافت خوبی رو نداره، به زحمت میرسه لیبرو، بله میچرخونه. توپ نهایتا در زمین پاکستان هست. تماشاگران هم پاکستانی ها رو تشویق میکنن. زیادی کرده کاپیتان هوانگ تاکووی. دریافت خوب از بازیکن پاکستان روی تور، یک کار سرعتی و پاس کوتاهی که به امتیاز تبدیل میشه. و با ظاهر در خط سرویس، یه فرصت دیگه و در منطقه یک کره جنوبی. بینندگان عزیز شبکه استانی، همونطور که میدونید در ورزشگاه 3000 نفری خوبم در واحد پخش. بریم به بازی کره جنوبی پاکستان. 18-16 فرصت حمله برای کره جنوبی ها، به دستان روی دفاع برخورد کرد. فرصت حمله برای پاکستان، یه ضربه خوب و محکم و امتیاز. دفاع تونست که امتیازش رو بگیره. یک اختلاف امتیاز پاکستانی دارن با کره ها. ببینیم این توپ چه خواهد شد. اوت سخت شد از لحاظ روحی روانی برای تیمش. فرصت حمله برای کره ها، یه ضربه، یه دفاع. لیبرو چه تلاشی میکنه از دستان دفاع، مجددا امتیاز. دست اول حساس‌تر از قبل شد، یه ضربه محکم و مستقیما به بیرون میزنه. ضربه سرویسش رو دان کنترلی میخواست بزنه که اون هم درست نتونست بزنه. دریافت از زمین پاکستان، فرصت حمله برای پاکستانی ها از پشت خط یک سوم. دریافت و جاگیری نچندان بعد از بازیکنان کره، فقط مجبورن توپ رو عبور بدن. لیبروی تیم پاکستان نصیر دریافت خوبی رو انجام داد. امتیاز، انتهای زمین منطقه 6 رو هدف قرار میده. 14 پاکستان به تور زد. چه امتیازی به تور زد. دریافت در زمین پاکستان، یه ضربه محکم و دفاع و 25مین امتیاز برای کره. ساده ای رو میزنه. دریافت بعد، پاسور توپ رو جمع کرد برای شماره 3 عثمان. امتیاز رو برای این تیم خرید. یه دفاع عالی، خوشحالی رونالدویی هم انجام میده. یه دفاع، یه اشتباه از کره جنوبی، این دست رو به پاکستان وارد میکنه. یه امتیاز سرویس در چه لحظه ای. امتیاز سرویس، خدای من، خوشحالی و حلقه شادی پاکستانی ها رو ببینید. بله، سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز و علاقه‌مندان به ورزش والیبال. تشکر از سعاد وفاپیشه عزیز بابت گزارش خوبش در دست اول بازی کره پاکستان. پاکستانی ها بازی رو بردن. عذرخواهی میکنم، پاکستانی ها بازی رو بردن. آمار رو داشتم نگاه میکردم. زمین 6000 نفره قدیر، جاری که پاکستان 28-26 کره رو شکست داد. ببینیم این دست چه اتفاقی خواهد افتاد. برای منطقه 2 حمایت خوب زیر تو از بازیکن‌های پاکستان. داور دوم این هم آقای علی محمد از بحرین هست. به صورت جای خالی روی دست دفاع پاکستان. بله، داخل زمین پاکستان. بسیار دریافت در زمین پاکستان به صورت جای خالی و موفق. تیم پاکستان هم 6000 نفره قدیر و هم 3000 نفره شهیدان آهندوس رو به سهم نظر شما میرسونن. این رقابت در مرحله گروهیش 3 روز بود. تصاویر رو خدمت شما ارائه میکنم. برگردیم به بازی. پاکستان سرویس رو میزنه، دریافت با پنجه در زمین کره‌ای ها از منطقه 2 به دفاع میزنه. لیبروی پاکستان اومد
سرویس خواهد زد. دریافت با پنجه. یک بار دیگه ببینیم چه پاس. این بار برده توپ رو برای منطقه 4شون. هیچ اتفاقی. نوبت به حمله کره. باز هم از دستان دفاع استفاده میکنه دانگیوک. سرویس زده میشه. دریافت در زمین کره. ببینیم چه نقشه‌ای برای منطقه 2. باز هم با زیرکی سوبونگ توپ رو به دست دفاع میزنه. دریافت در زمین پاکستانی با چه نقشه‌ای داره به صورت جای خالی با تک دست میاد توپ رو میگیره. توپ روی هوا هست و به دست کی خورده؟ سرویسی که زده میشه مستقیم و یه تیکه به بیرون رفت. 20-18. سرویس با ریسک بالا. دریافت در منطقه 6. یه کار پایپ. حمایت خوب در زمین پاکستان. همونجا میخواد بزنه. باز هم حمایت میکنن. باید توپ رو منطقهشو عوض کنه. این کار میکنه ولی دفاع باهوش کره. دریافت لیبرو میخواد جای خالی بندازه. باز هم دفاع دستشون رو میخونن. این بار شماره 3 یعنی عثمان. توپ در زمین کره هست. پرواز بلند سویونگ. توپ در زمین پاکستان میخواد جای خالی بندازه دستش رو. باز هم خوندن. این بار نوبت حمله کره. حمایت خوب در زمین پاکستان. چه نقشه منطقه 2. پروازی که انجام داد مراد و دفاعی که بهتر از اون انجام شد توسط سرویس. دریافتن منطقه 6. یه کار ترکیبی خوب. عذرخواهی هم میکنه عثمان. اجازه داده میشه. سرویس رو میزنن. چه نقشه‌ای داره تاکایو و میشد این بازی. دست اول رو پاکستانی ها بردن. حمله برای شماره 8 جیسیون. منطقه 2. حمله عثمان. داور نیبار لیفاو از هنگ کنگ اجازه ضربه رو میده. دریافت از نصیر. یه پاس خوب برای شماره 3 عثمان. درخواست اصرار به اجرای صحیح قوانین داشتن. یک بار دیگه همون فرصت به لبه تور برخورد کرد و ضربه 4م در واقع توسط داور. یه ضربه محکم به اوت میزنه مستقیما. دومین بازیشون در این جام حضور داشته باشن بازیکنان تیم ملیمون به دست کسی. رامیرز داره اختلاف زیاد میشه. گرفتن این کره سخته. به هر حال بازی ادامه پیدا میکنه. از پشت خط 1-3 بازیکن تازه وارد شده پاکستان حیدر حالا درخواست تایمه. کره جنوبی 16-12 کره در دست سوم جلو هست. فرصت حمله برای پاکستانیا. یک کار ترکیبی از منطقه 4 که تونستن امتیازی برگزار نمیشه. سرویس نچندان خوب از بازیکنان رها بکنه و بره برای دست 4 با تمام قوا بیاد یا اینکه تیمش رو موقعیت مناسب بر کره ها داخل هست بیرون هست. یک حضور دارن و قضاوت رو در این مسابقه انجام میدن. خانم لیفاو از هنگ کنگ روی تور چرخید و به بیرون رفت اما 22-22 جیوسوف. عثمان دریافت کرد. درستش خوب نیست. به هر حال پاسور میرسه. یه جا خالی. این طرف بازیکنان کره به خوبی جمع میکنن. فرصت ضربه زیبا و دریافت ناقص از عثمان. عام قدرت و انرژی شد. اونایی که برای آقایان بلیط دارن بیان. مستقیم به تور زد. شاید اون وقفه تایم استراحت باعث شد که بیرون زده. این بار کنترلی زد. کی اونگ مین دریافت خوبی داشت. دفاع روتور یه فرصت. یه هوا توپ رو قاپید بازیکن کره. سرویس یا حداقل باعث بشه که زننده سرویس همچین سرویس ساده ای رو بزنه تا بتونه به این شکل حمله بکنه و امتیاز رو بگیره. عثمان 3 پاکستان که تمام تصاویر رو خدمت شما نشون میدن. فرصت حمله در زمین کره. یه ضربه محکم و دریافت ناقص از مراد.
هوانگ تاکویی کاپیتان مستقیم به بیرون میزنه. بله دریافت از کیونگ مین به سادگی برمیگردن. فرصت برای پاکستان، کل ورزشگاه پاکستان رو تدوین کنه و داخل و داخل و داخل. سرویس ساده استفاده میکنن، کم اشتباه، دوبله وسط، امتیاز. ورزشگاه داره پاکستان رو تشویق میکنه. منم هر کی که توی تلویزیون هم این دیدار رو داره نگاه میکنه لذت میبره از بازی. دریافت خوب، فرصت برای کره ها، یک ضربه، نظر داور خط اوت. بازبینی ویدیویی دارند، درخواست میکنن تون عوض بشه. توپ رو خیلی بالا انداخت، توپ رو خیلی بالا انداخت جونگ جیسوک. این بازیکن جویز رو که بالا میزنه، سی باریس که بالا زد، اوت. دریافت ناقص در زمین پاکستان، پاس خیلی بد، فرصت برای کره جنوبی. پاکستان این دست رو خودش تقدیم کرد به کره. والیبال 6000 نفره قدیر ظرفیت دیگه تکمیل شده، دارم آماده میشه برای بازی تیم ملی کشورمون در مقابل عراق. البته هر دو تیم 3 امتیاز دارن و بیشتر دارن برای سرگروهی در گروه اف رقابت‌ها با هم. سوبونگ یک سرویس خوب، دریافت به سختی در منطقه 6 از منطقه 2، یک حمله خوب. همچنان توپ در جریان بازی، نوبت به کره ها، به لبه تور زد و توپ رفت. دریافت ساعد چقدر بد دریافت کرد، حملهشون به تأخیر افتاد، برجت خودشون میرسونه، توپ در دفاع گیر کرده. حالا نوبت به بازیکن پاکستان، حمایت خوب، یک حمله از منطقه 2، این بار در زمین کره و بازیکن‌های کره به دستان دفاع. قبلش خط اولین بازی بود که در این 3 روز در قدیر بالاخره یه تیم 3-0 نباخت به تیم دیگر. توپ رو آورده برای منطقه 4 خودشون، اونجا نتونست دوید به سمت 6000 نفره قدیر نیه، چون بیرون هم انگار خیلی آدم ایستاده که میخواد وارد بشین، امکان نیست که دیگه از ظرفیت سالن خارج هست. جیسوک سرویس او خوب بود، دریافت اول مشکل ولی خب سختی خودش رو رسوند به توپ. حالا روی تور با دست بازیکن، سرویس خوب و مستقیم امتیاز گرفت. ورزشگاه به وجد میاد. مراد بازم سرویس پرشی خوب، این سرویس ها باعث میشه دفاع روی تور کره خیلی خوب جمع بشه. یک تور زد، یک 17 باید تو این سرویس ها مراقب باشن وقتی سختی در زمین پاکستان. توپ نرسید به خوبی برای افاق شماره 16 و توپ رو با ارتفاع دریافت انجام شد. چه نقشه‌ای برای منطقه 2، به به چقدر خوب. 10 توپ رفته برای منطقه 4، فکر نکنم به کسی خورده باشه. مصاور منطقه 4، توپ خورد به صورت مباشر. جونگ سرویس او در زمین پاکستان، یک پیچش خوب به مچ، دریافت در زمین کره برای منطقه 2 شون، راست به راست، توپ ولی به خارج و توپ بازیکنش داخل زمین قرار گرفت و کیومین سرویس خط زد. مراد نمیخواد خیلی راحت تسلیم بشه پاکستان. 24-22 تعویض. مباشر سرویس رو میزنه، حمله برای کره، کار پای قبل از اون اصلا خطای تور رو گرفت. تمام شد کار. 3-1 کره شکست داد